با توفیق چیه؟ ولی نداریم، ندیدیم شیرینی ایرا، محبت ایرا، ببینید احترامی او را، قدردانی او را، معامله او را با پدر وقتی نداریم ما نمیدونیم چیه. یا من وقتی گپ درباره زنی صالحه میگم مثال خداوند کسی را میته زنی صالحه او را الله بگیم به نظر رحمتش نگاه کردگی، ولی زنی صالحه را که بسیاری از ما ندیدیم ما نمیدونیم که زنی صالحه چیه. شما ببینید یک خصلت زنی صالحه را ما برای شما بگم. پیامبر نازنین میگه که زنی صالحه همون زنی هست که وقتی که مرد در بیرون به یک حالت ناگوار خانهش میاد، یعنی یک ممکن در بیرون کارها نشید، خب یا معامله‌مون نشید یا با کسی دست به گریبان شید، بیرون نای با همین خیلی تعب خیره من خانه آمدم. وقتی وارد خانه میشم زنی صالحه چیکار میکرده است؟ یک فعل زنی صالحه را بینید. میگه وقتی میدر اومده زن که صالحه باشه همین چهره مردک الکای آگاهی پیدا میکنه که مردک من مقصد در حالت خوب نیست. میگه در حال میگه زنی صالحه که باشه دستکش میگه در دست مردکش میته، میگه مردک اگه چیزی بود نبود، چی معامله خوبی بود نبود در بیرون، حوالش به خدا. بر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغه ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس بروید. وارد خانه شدی مرد، خب وقت خوش بگیر. اگر برای می زندگی ما باشه، برای می شکم ما باشه، برای می روزگار ما باشه، هیچ پروایی نکن. ببین وقتی میگه همین سخن‌ها را برادرها، وقتی زنی صالحه در برابر مردکش بگه، اگر هزارها کارت که نامرد کردگی باشه در برابر همین سخنهای شیرین همه را مقصد ای ذهن دور میکنی و با تعبت با همون چاق میشه بگیم. همون تعب خیره با یک تعب خوب برادر عزیز مبدل میشه. انکه حضرت چی گفت؟ گفت که فرزند اگر کسی فرزند در توفیق پیدا کردنش اگر حرکت نمیکنه، این پدرم در نسبت فرزند بیرحمی کنه. اگر ممکن به لباس مانه، ممکن گرسنه مانه، ممکن مقصد یگان کمبودی های دنیاویش باشه، اگر ما تامین نکنیم شاید همین را ما بیرحمی بدانیم. لیکن آن چیزی که مهمتره که این فرزند باید خالقش شناسد، باید رزاقش شناسد، باید این مثال بگیم ایم بندگی الله را باید به جا بیاره. وقتی ما در این اگر حرکت نکردیم دانیم که برادران ما هم در راست فرزندامون جبر کردیم، ما هم در راست فرزندامون بیرحمی کردیم. یک دویم چیزی که گفت از ما نیست آن نفری که کلانترا را حرمت نمیکنه. ببینید با خورده ها بیرحمی میکنه، با کلانترا هیچ وقت احترام نمیگذاره. برادر عزیز، من در راست شما گمانی بدم ندارم، لیکن من همچون شما برادرای مایی، من یک نفری هستم که امروز خود من مسئول میشمارم که کجای در شیشتم من باید از سخن خدا را بگم. ولی شما باید این چیز در ذهنتون بگیرین که حضرت میگه پیامبر که ایمن نیستی تا وقتی به خورده ها رحم نکنی کلانترای ما را حرمت نکنی. یعنی احترام به کلانترم برادر عزیز حضرت میگه راه ما های، راه دین ما های، راه شریعت ما های. میگه تا جایی که حتی همون نبیرکاش از سواری گردن باباشون سیر کنن،
تا همونا از گردنش پایان نمیشیدن، حضرت حتی سرشان میبرداشت. هرگاهی که همونها را میدید دوستداری میکرد، بوسهشون میکرد. یعنی با فرزند برادر عزیز یا با خورده هایی که ما داریم، نابسته از خود می، از یک برادر مسلمان می، من باید که مهر و محبت و دوستداری و نوازش و همه اینا باید که از ما در خورده های ما باید باشه. ولی دیدیم بعضی یا مادر یا پدر چخیل بیرحمانه میزنن فرزنده، بسیار یک مناسبتی بیرحمانه میکنن، چخیل یک سخنهای قبیح میگن. انامین حضرت گفت که کسی امیره میکند و دانه که این فرموده ما نیست و این راه پیغمبر شما نیست. دیگر این که شارعای حدیث میگن که بیرحمی در حق فرزند همیه که ما برادرای عزیز در توفیق اونها اهمیت نمیتیم. یعنی بچه من برادر عزیز یا دختری من با توفیق شوه، ببینیم با توفیق شوه. ولی شاید برادر عزیز ما و شما که بعضی من ممکنه که من همه را در نظر ندارم، فرزندای با توفیق که نداریم، ما نمیدونیم فرزندی با توفیق چیه. ولی راه شریعت ما کلانترها را حرمت کنیم. با قدر کلانترها رسیم، کلانتر را دیدی سلام بده، دستات پیش برکه، برای دستش بگی. کسی هست نیست میگه کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق، هیچ که نمیداند. رفتی پیشکش یا دعا بگی. شما کلانتر در حق میاد دعا کنی. یعنی هم معامله کن که همین کلانتر احساس کنه که همین خوردای ما الحمدلله که آداب دارن. این را آداب میگن. کسی که اگر کلانتران حرمت نمیکنه این هم از ما نیست. 2 3 گفت اگر هر جایی باشید در همون جا اگر نشستین سخنی مقصد ببین این نعمت در پیشتون نگاه کنین برادرای عزیز، یا را وقتی دست دراز کردی بسم الله الرحمن الرحیم بگو. وقتی هر کدام ای را میبینی قدرت های الهی را پیش نظرت بیار. یا برادرای عزیز اینها ایتا به یک طریق آسانی پیدا نشیدن. شیخ سعدی میگو ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. این ابرها را کی برادر در کار در آورده میتونه؟ آفتاب و کی اداره کم میتونه؟ کدام تکنیکا؟ این را بجز قدرت الهی هیچ کس قدرتش با آفتاب و با شمال و با اینها نمیرسه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خداوند همه اینها را در کار درآورد. برای چی؟ برای که دسترخوان شما. برادر عزیز، پیش از این حدیثی که الحال من خواندم بسیار الله را سپاسگزاری میکنیم که در بسیاری از همین نشستایی که هستیم مردم ما در شنیدن پند نصیحت یک راحت دخچان احساس میکنن. یعنی شکر میکنیم که گوش کننده در برابر اونسه که وقتی من میگم برادرها یک آیت من معنا میکنم، یک حدیث من معنا میکنم، میبینیم یکان مقابلت نشان نمیده، یکان ناراحت نمیشه، نمیگه که مقصد حاجیه، مقصد در کار نیست، نمیگه. خدا را شکر میکنیم. اگر بگه هم اکما روح افتاده نمیشیم. این کاری نیست که مثال اگر یک کس مرا هم بگه که نگو، در این کار من روح افتاده نمیشم. اگر گفتم مقصد این رای دعوت های برادر عزیز، انا این به این سختی و به این مقابلیت هم نمیشه.